اوه چقدر زیبا است. اولین بار دیدن یک باربی در خود مانده حالت خیلی خوب و پر احساس دارد. این چیزهایی که در دستش دارد شاید داشتن آنها برای من ناخوشایند است، ولی خوب است که لختک را با همین چیزها ساختند. این نخستین باربی در خود مانده است که از طرف شرکت ماتل در همکاری با یک سازمان محقق این موضوع ایجاد شده است. لختک معروف این نوبت با نظرداشت خصوصیت‌های کودکانی ساخته شده است که تفاوت‌های عصبی دارند. مثلا با قیره چشم نگاه می‌کنند، گوشه دارند که غوغای بیرونه را پخش می‌کند و یا برای معاشرت از پلانشت استفاده می‌کنند. باربی نو رفتار و حرکت‌های می‌کنند که خاصی کودکانی در خود مانده است. امیدوارم که کودکانی بیخبر از اوتیسم اکنون در این باره آگاهی بیشتر خواهند یافت و درک میکنند که یک همسنفی یا دوستشان اطراف را یک کم دیگرگونه تر از آنها قبول میکند و باربی هم به آنها آموزش میدهد که این یک حالت عادی است و جای شرم ندارد. خوب است که یک باربی زمانوی ساخته شد و کودکان هم با یک لختک مخصوص بازی کرده میتوانند. در تاجیکستان هم صدها کودک در خود مانده به سر میبرد و سازمان اراده برای تعلیم و رشد آنها یاری میرساند. فضلین نصرالدینов پدر کمال یک طفل در خود مانده هم پرسیدیم که در مشغولیت‌های این سازمان آیا از چه بازیچه‌های استفاده میکنند. بازیچه‌های مخصوص نیستند، بازیچه مقرری میباشند. در تشکیلات جمعیت اراده با بازیچه‌های مقرری بازی‌های مخصوص میگذرانند که آنها با رونق معاشرت با پیدا کردن یگان ملکه روانه شدند. چرا بازیچه‌های مقرری؟ با آن خاطر که پدر و مادران توانند در خانه نیز این بازی‌ها را تکرار کنند، دوام دهند. اگر خاطرتان باشد تخمین 10-15 سال پیش بازیچه‌های پیدا شدند که دارای معلولیت جسمانی بودند. یک دستشان نبود، یک پایشان نبود یا شاید یک چشمشان نبود. مؤلفان باربی که اولین لختک را 67 سال پیش ایجاد کردند، در سالهای پیش این چنین نمونه‌های باربی نابینا، باربی گرفتار سندروم داون و هم باربی با دیابت نوع یکم قند را استحصال کردند.